گره افتاده به زندگی، مشکل داری، گرفتاری، هر کاری میکنی مشکلت حل نمیشه دیگه. بیا با هم متوسل بشیم به آقا حضرت عباس در روز تاسوعا، یه شعر میخونیم هدیه میکنیم به ایشون به اسم ابجد آقا حضرت عباس. 133 مرتبه این شعر رو براش میخونیم و هدیه میکنیم به ایشون. ای ماه بنی هاشم، خورشید لقا عباس، ای نور دل حیدر، شمع شهدا عباس، از درد غم ایام رو به تو آوردیم، دست من مسکین و بگیر از بحر خدا عباس. این توسل خیلی جواب میده. انشاءالله که همه دوستان حاجت روا بشن، حاجت دلشون رو بگیرن، مشکلاتشون حل بشه. اگرم با من همراهی زیر این پست برام بنویس یا قمر بنی هاشم.